أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين. أما بعد، فنتابع درسنا من كتاب التفسير المسمى بتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لفضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. اینک ما درس‌های خود را دوام می‌دهیم از کتاب تفسیر به نام تیسیر الکریم الرحمن، قایدی تفسیر کلام المنان و از آن شیخ علامه عبدالرحمن بن ناصری سعدی، الله سبحانه و تعالی این کس را رحمت کرده باشد. آیت 30 الله سبحانه و تعالی می فرماید: و اذ قال ربک للملائکة انی جاعل فی الارض خلیفه. یعنی و بیاد آر هنگامی که پروردگار تو برای فرشتگان گفت هر آینه من در زمین خلیفه را قرار می دهم. یعنی هر آینه من در زمین چی؟ یک خلیفه می آفرم. شیخ مفسر می فرماید: هذا شروع في ابتداء خلق آدم عليه السلام أبي البشر وفضله، وأن الله تعالى حين أراد خلقه أخبر الملائكة بذلك، وأن الله سبحانه مستخلفه في الأرض، فقالت الملائكة عليهم السلام أتجعل فيها من يفسد فيها بالمعاصي إلى آخره. يعني هذا شروع في ابتداء خلق آدم عليه السلام أبي البشر. این شروع است، یعنی الله سبحانه و تعالی در این آیه کریمه شروع کرده است. آیه چه؟ ابتدای آفریدن آدم علیه السلام که او پدر بشریت است، و آیه فضله فضیلت آدم، یعنی الله سبحانه و تعالی در اینجا فضل و ارزش و بهای آدم چیکار میکند؟ فهمانده ایستاد است که الله سبحانه و تعالی حین اراد خلقه، وقتی که آفریدن آدم را خواست، اخبر الملائکه بذلك، آید این فرشته ها را خبر داد، و ان الله مستخلفه، و خبر داد که الله سبحانه و تعالی وی را در زمین خلیفه قرار خواهد داد، یعنی جانشین. اون معنا ندارد جانشینی خودش، فهمیدید؟ یعنی معلوم شده است که این همون انسان الله سبحانه و تعالی در روی زمین به جای دیگر خلقها همچون یک خلیفه می آفرد. چون که بعضی ها میگن که خلیفه الله قرار میدهد، این خطا است. فقالت الملائکة علیهم السلام، بس در نتیجه هنگامی که فرشته ها اینا شنیدن فهمیدن، گفتن اتجعل فیها من یفسد فیها بالمعاصی، آیا تو می آفرید در زمین کسانی را که در زمین فسادی میکنن، بالمعاصی به انجام دادن کارهای معصیت ناجویه، و یسفک الدماء و خونریزی میکنن. فهمیدید؟ یعنی که گرچنده که اینجا لفظ ها مفرد باشن معناش جمع مونده است. فهمیدید؟ در اینجا من یفسد فیها را شرح داده است. مثلا یکی از همون کارهای فسادی خونریزی می باشد. و هذا تخصیص بعد تعمیم، این قاعده چی میگوین؟ خاص بعد عام. فهمیدید؟ خاص بعد عام اساسا عموم کرد و گفت من یفسد فیها، تو می آفری در زمین کسی را که در زمین فسادی میکنه، یعنی که عموم ذکر کردم خلاص، بعد عموم خاص ذکر میکنه. مثلا یکی از همون در عموم داخل میشده که کارهای فسادی از این عبارت است که یسفک الدماء، خونریزی میکند. و هذا تخصیص بعد تعمیم، برای چی این خیل کرده شده است؟ لبیان شدت مفسدت القتل، این بیان کرده شده است که برای خاطر روشنی انداختنی سخت بودنی فسادی قتل، یعنی همه معصیت فسادی است.
لیکن در درون این معصیت با یعنی خونریزی از همه فسادی سخت است. و هذا بحسب ظنهم ان المجعول في الارض سيحدث منه ذلك. این میگوید موافق به همون گمان خود فرشتگان است، یعنی همین سخن گفتنشان از روی گمانی فرشتگان همین بود که اون کسی را که در زمین یعنی که خلیفه قرار داده می شود، یعنی که مجعول یعنی که اینی جاعل الله قرار دهنده باشد، اگر آفرنده باشد، مجعول یعنی که همون خلیفه را گفته است. به گمان فرشتگان بود که المجعول فی الارض همون ذاتی که وی را یا که همون کسی را که در زمین وی را قرار داده می شود، سیحدث منه ذلك، ان این کارها از وی روی زدنش ممکن است. فنزه الباری عن ذلك، و الله سبحانه و تعالی را از این کار چی پاکیزه دانستند. و عظموه، وی را بزرگ شماریدند. و اخبروا انهم قائمون بعبادة الله على وجه خال من المفسدة، و فرشتگان خبر دادند که ایشان یعنی خودشان به جامعه آرن چی؟ و اخبروه و اخبروه یعنی به الله خبر کردند که ویها خودشان انجام دهنده هستند عبادت الله را به یک طرزی که اون طرز از فسادی خالی است. یعنی ما خود ما عبادت به جا آورده ایستادیم، در عبادت ما مثال گیریم یگو معصیت نیست، یگون یعنی که چی خودکشی و یا که کسکشی نیست، خونریزی نیست. فقالوا و نحن نسبح بحمدک، گفتند که ما تو را با حمد گفتنی تو، با ستایش کردنی تو را یعنی که چیکار میکنیم؟ پاکیزه میدانیم. ننزهک، ما تو را پاک میدانیم. التنزیه اللائق بحمدک و جلالک، با یک چی؟ با یک پاکیزه شماریدنی که وی لایق به ستایش تو می باشد و لایق به بزرگی تو می باشد. و نقدس لک، یحتمل ان معناها، احتمال است که معنای نقدس لک، چون که نقدسوک هم می شود، نقدس لک هم می شود. احتمال میگن معنای نقدسوک یا که نقدس لک این طور باشد. و نقدسوک، تو را مقدس می شماریم. فتكون اللام مفیدة للتخصیص والاخلاص. در این حین این لام چی می شده است؟ افاده خاص را میکند و اخلاص را میکند. فهمیدید؟ اگر یعنی که ما نقدسو که گویم، اگر بل لام برای چی میشود گویند؟ اگر میگید که این لام افاده چی را فایده میدهد؟ خاص، یعنی خاص تو را پاکیزه میشماریم، مقدس میدانیم. و برای اخلاص یعنی صرف برای تو همین کار میکنیم. و یحتمل ان یکون و نقدس لک انفسنا، ما برای خاطر تو شده خود را پاکیزه نگه میداریم. ای نطهرها، نفسهای خود را پاکیزه میکنیم. بالاخلاق الجمیلة، با اخلاق زیبا، که محبت الله و خشیته و تعظیمه، و مانند محبت الله. انسان وقتی که در قلبش محبت الله را داشتگی باشد، اگر این چی می شود؟ یکی از آراسته کردن یا که پاکیزه کردن نفس می شود با اخلاق زیبا. و خشیته، با ترس الله چکار می‌کنیم؟ نفسهای خود را که آراسته میکنیم به اخلاق پسندیده. و تعظیمه، و بزرگ دانستن الله. و نطهرها من الاخلاق الرذیله، و نفسهای خود را پاکیزه میکنیم از اخلاق ناپسندیده، از اخلاق بد، رذیله. نعم. قال الله للملائکه، الله تعالی برای فرشتگان گفت: اینی اعلم من هذا الخلیفه، یعنی هر آینه من میدانم از این خلیفه ما لا تعلمون، آنچه را که شما نمیدانید. لأن کلامکم بحسب ما ظننتم، زیرا که سخن شما موافق به همون گمانی خود شما است. و انا عالم بالظواهر والسرائر، من دانم نسبت چیزهای ظاهری و چیزهای سر پوشیده. و اعلم ان الخير الحاصل بخلق هذا الخليفة اضعاف ما في ضمن ذلك من الشر. و من میدانم که اون خیری که روی میدهد به طفیل آفریدن این خلیفه،
یعنی به طفیل آفریدن این خلیفه من یک خیر رو میدونم که این خیر روی میزند اضعاف، یعنی چندین برابرها زیاد آن چیزی را که در معنای اون شر می باشد. اون شری که شما ذکر کردید، گفتید که این آدم یا که بگیم این خلیفه از وی کارهای بد صادر می شود، خونریزی معصیت صادر می شود، در برابر این یا که در ضمن این شر با چندین چیزهای خوب روی می دهد از اینها. فلو لم يكن في ذلك إلا أن الله تعالى أراد أن يجتبي منهم الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين ولتظهر آياته للخلق ويحصل من العبودية التي لم تكن تحصل بدون خلق هذا الخليفة كالجهاد وغيره، وليظهر ما كمن في غرائز المكلفين من الخير والشر بالامتحان، وليتبين عدوه من وليه وحزبه من حزبه. خب فلو لم يكن في ذلك، اگر در همین یعنی در آفریدن این خلیفه هیچ چیز نباشد، فقط همین باشدم که الله تعالی میخواهد که از ویها یعنی از اون انسانها اختیار کند، برگزد یا که برگزیند، انتخاب کند پیغمبران و صدیقان را و شهدا و صالحین را، و تا اینکه آیات الله ظاهر گردد برای خلق، برای مخلوق ها، و تا اینکه مثال گیریم روی دهد از عبودیتی که مثال گیریم لم تکن تحصل، یعنی که این عبودیت روی نمیداده بود به آفریدن این خلیفه، مانند جهاد و غیر از این دیگر کارهای عبادت، و تا اینکه نمایان شود آن چیزهای به مثال گیریم فی غرائز المکلفین، در طبیعت همون مکلف ها هسته که در طبیعت مکلف ها خیرم هسته شرم هسته، فهمیدید؟ بالامتحانی، به سبب امتحان گرفتن. ولیتبین عدوه من ولیه، و تا اینکه دشمن الله از دوست الله انیق شود، و حزب الله از چی؟ یا که مثال گیریم حزب اون دشمن از حزب الله انیق شود، کدام انسان حزب الله است و کدام انسان حزب دشمن الله است. ولیظهر ما کمن فی نفس ابلیس من الشر، و تا اینکه با نمایان شود، یعنی پشت همین آفریدن همین چند چیزها روی میزند، نمایان میشود اون چیزهایی که به مثال در نفس ابلیس، مثلا اون شری که تا اون وقت تا آفریدن مثال گیریم آدم اون شر ابلیس انیق نشده بود که خیلی الذي انطوى علیه، همون شری که مثال گیریم در بالای همون شر قرار دادگی بود، و اتصف به این شر وصف شدگی بود اون ابلیس. فهذه حکم عظیمه، همین اینها چی هستند؟ حکمت های بزرگ هستند. یکفی بعضها فی ذلك، یعنی بعضی اینها در موردی بیان کردن کفایت میکنند، یعنی بعضش گفته شده است با چندین دیگه حکمت هست که این فرشته ها و هیچ کس نمیداند جز الله حق سبحانه و تعالی. میفرماید شارح یا که مفسر ثم لما كان قول الملائكة عليهم السلام فيه إشارة إلى فضلهم على الخليفة الذي يجعله الله في الأرض، أراد الله تعالى أن يبين لهم من فضل آدم ما يعرفون به فضله. وقتی که بعد از آن بود، وقتی که در سخن فرشته ها علیهم السلام که یک اشاره بود به فضل خودشان، یعنی این گپ گفتنشان گویا که فضل اونها از فضل آدم هم بلند باشد. گفته یعنی که گفتن که ما تو را به پاکی یاد میکنیم و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، گفتن این اشاره به چی بود؟ به فضل خودشان بود بر اون خلیفه‌ای که الله تعالی وی را در زمین قرار میدهد. یعنی از گپشان همین خیلی معلوم میشد که فضل ما از فضل وی بهتر است. از وی کسانی میشوند که مثال گیرن در زمین فسادی و دیگر کارهای بد میکنند. الله سبحانه و تعالی اکنون خواست برایشان روشنی اندازد بعضی از فضیلت آدم را که چنان فضلش الله تعالی ذکر میکند که با طفیل اون
فضلی یا که گویم با طفیل همون بعضی چیزها فضیلت آدم یعرفون فرشته ها میدانن میشناسن و کمال حکمت الله و علمه و همچنین میدانن کمال حکمت الله را و کمال علم الله حق سبحانه و تعالی را. فقال الله تعالی گفت وعلم آدم الاسماء كلها و الله تعالی به آدم تمام نام ها را چیکار کرد؟ تعلیم داد. ای اسماء الاشیاء، نام های چیزها را، و ما هو مسمى لها و همون چیز را که برای همون چیز نامیده شده است. فعلمه الاسم والمسمى، یعنی نام را الله تعالی به آدم تعلیم داد و المسمى و همون چیزی که نامگذاری کرده شده است، به چی نامش همین طور مانده شده است. ای الالفاظ والمعانی، یعنی هم لفظ ها را به آدم تعلیم داد و هم معنای او چیست. مثال گیریم یک انسان میگوی که مثال پیاله برای چیست، یعنی این نامش پیاله و میگه تاش که برای چی استفاده میبرن، اون میگه نمیدونم. برای مثال گفتم یعنی پیاله نامش پیاله باشد و معنای پیاله چیست، یعنی برای و چی استفادهش میبرن، در کجا استفادهش میبرن، یعنی معناش هم الله تعالی برای مثال گفتم که مقصد چیزای آسان گفتم. حتی المصغر من الاسماء والمكبر، حتی چیزهای یعنی از چیزهای از نامها چیزی میدش هم و کلانش هم الله تعالی به آدم تعلیم داد. کالقصعه والقصیعه، مانند طبق و طبقچه. فهمیدید طبق چیست و طبقچه چیست؟ همه ما شما میدونیم که طبق یه مکبر میشه و قصیعه طبقچه میشه، این مصغر میشه. ثم عرضهم ای عرض المسمیات، بعد از آن الله سبحانه و تعالی همین چیزهای نام گذاشته شده را عرضه کرد، یعنی پیشنهاد کرد. علی الملائکه، به فرشتگان، امتحانا لهم، برای خاطر از ویها امتحان گرفتن. هل یعرفونها ام لا، آیا همین چیزها را، چیزهای نامدار میشناسن یا نمیشناسن. فقال انبئونی باسماء هؤلاء، کو مرا خبر دهید نسبت نامی همین چیزها، همین ناماشون چی هست، چی معنی دارن. این کنتم صادقین، اگر شما صادق باشید، فی قولکم و ظنکم، در قول خودتان و در گمان خودتان، انکم افضل من هذا الخلیفه، شما بهتر و برتر باشید بودید، یعنی از این خلیفه. فهمیدید؟ چون که از روی گپشون همه خیلی معنا میبرامد. قالوا سبحانك ای ننزهك من الاعتراض منا عليك، گفتن پاک هستی تو ای پروردگار، یعنی ما تو را چی پاکیزه میشماریم از اعتراض کردن، یا که از اون اعتراضی که از طرف ما به تو صادر شده است، و مخالفت امریکا، و از مخالفت کردن فرمان تو ما تو را پاک میدانیم. یعنی تو ذات نیستی که تو مثال گیریم لایق آن باشی که ما به تو اعتراض کنیم. این خیلی نه. لا علم لنا، ما علم نداریم، یعنی علم ما نمیگیرد بوجه من الوجوه، به یگان راه از راه ها، الا ما علمتنا، مگر ما میدونیم همان را که تو به ما تعلیم دادی، ایاهو، همان را، یعنی ما فقط میدونیم اون چیزی که تو به ما تعلیم دادی. فضلا منک وجودا، همون تعلیمی که تو به ما دادی از جانب تو همچون یک بزرگ، یک مرحمت و یک وجود سخاوتمندی است. یعنی الله سبحانه و تعالی به کسی یک چیز تعلیم دهد، این از جانب الله چی می شود؟ یک فضل و مرحمت می شود، وجودا و یک سخاوتمندی می شود. انک انت العلیم الحکیم، هر آینه تو دانا هستی و صاحب حکمت هستی. العلیم الذي احاط علما بكل شيء، یعنی چنان دانایی است که با علم خود تمام چیز احاطه کرده است که یگان چیز از حدود علم الله بیره شدگی نیست. فلا یغیب عنه، از الله یگان چیز غیب نمیزند. ولا یعزب مثقال ذره فی السماوات والارض، همچنین غیب نمیزند به وزن یک ذره، یعنی به وزن یک مرچه، میده ترین مرچه در آسمان ها و در زمین پوشیده نمیماند. ولا اصغر من ذلك ولا اکبر، از این هم نه کلان و نه میده، یا که نه میده و نه کلان پوشیده نمیماند از الله حق سبحانه و تعالی. الحکیم، حکیم من له الحکمة التامه، حکیم ذاتی را میگون که وی دارای حکمتی پره دارد، حکمتی نقصان نه، حکمتی پره دارد. التي لا يخرج عنها مخلوق، که یگان مخلوق از این حکمتی تامه خارج شده نمیتواند. ولا یشذ عنها مأمور، و یگان امر کرده شده چی نمیشود؟ یگان مخالفت هم مخالفی این حکمت نمی باشد. مأمور یعنی امر کرده شده.
فما خلق شيئا الا لحکمه، بنابراین یگان چیز به حکمت نآفریده است. ولا امر بشیء الا لحکمه، و امر به یگان چیز نکرده است مگر به خاطر یگان حکمتی است. یعنی هر امری هست در او حکمت است، هر آفرینشی هست در او حکمت است. والحکمت وضع الشیء فی موضعه اللائق به. حکمت چیست؟ حکمت یک چیز در جایی که در جایی گذاشته می شود که همون جا به خودش چی لایق می باشد. یک چیز در جای خودش جابجا کردن، این حکمت می گفتند. فاقروا، همه اقرار شدن فرشتگان. واعترفوا بعلم الله و حکمته، همه اعتراف کردن با علم الله و به حکم او سبحانه و تعالی. و قصورهم عن معرفت ادنى شیء، همه اعتراف کردن کمبودی خودشان را نسبت شناختن کمترین چیز را. یعنی ما کمترین چیز نمیدونستیم، نه طبق نه طبق هم حتی نمیدونستیم. گفته برای مثال یعنی اعتراف کردن. و اعترافهم بفضل الله علیهم، همه اعتراف کردن با فضل و مرحمت الله بالایشان ارزانی بودنش. و تعلیمه ایاهم ما لا یعلمون، اعتراف کردن تعلیم دادن الله را به ایشان آن چیزهایی را که در واقع ایشان نمیدانند. فحينئذ قال الله، در این حین الله سبحانه و تعالی وقتی که با اعتراف کردن، الله تعالی فرمود: یا آدم انبئهم باسمائهم، ای باسماء المسمیات. فهمیدید؟ الله سبحانه و تعالی گفت ای آدم به ایشان خبر ده نسبت این نامهای این چیزها، یعنی نام چیزهایی که نام گذاشته شده هستند. التي عرضها الله على الملائکه، یعنی همون اسمهایی رو که الله تعالی به فرشتگان ویها رو چیکار کرد؟ پیشنهاد کرد. فعجزوا عنها، از ویها چی شدن؟ عاجز ماندن، نتونستن نامگذاری کردن، اعتراف کردن به کمبودی خودشان. فلما انبأهم باسمائهم، وقتی که آدم به فرشتگان نامهای وی پیشنهاد کرده شده را چیکار کرد؟ خبر کی داد. تبین للملائکه فضل آدم علیهم، و وقتی بعد از این میگود انیق شد، روشن گردید برای فرشتگان فضل آدم بالایشان. و حکمت الباری و علمه، و یعنی که حکمت الله آفرنده و علم او در خلیفه قرار دادن این خلیفه. قال الله سبحانه و تعالی گفت: الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض، مگر من شما را نگفتم که هر آینه من میدانم غیب آسمان ها و زمین را. و هو ما غاب عنا فلم نشاهده، غیب گفته آنچه را میگویم که از ما پوشیده است، ما او را مشاهده کردن نمیتوانیم. فاذا كان عالما بالغیب، وقتی که الله سبحانه و تعالی با غیب دانا باشد، فالشهاده من باب اولا، بس یعنی که چیزی مشاهده کرده را و از باب اولا است که میداند. یعنی وقتی چیزی پوشیده را که الله تعالی دیده تواند، اگر چیزی آشکاره یگون جای شک و شبهش باید نباشد. یعنی چیزی نمایانه از باب اولا است، یعنی که به طریق اولا است، که روسا میگویی تمبوله. هم خیلی است؟ و اعلم ما تبدون ای تظهرون، من میدونم آنچه را که شما اظهار میکنید. و ما کنتم تکتمون، و آنچه را که شما کتمان میکنید، میپوشانید، رست میدارید، پوشیده میدانید. خب که پوشیده میدارید. ثم امرهم تعالی بالسجود لآدم، بعد از آن الله سبحانه و تعالی به ایشان امر فرمود سجده کردن آدم را. یعنی آدم سجده کردننده الله تعالی ایشان امر فرمود. اکرام له و تعظیما، همچون بزرگ داشتن و همچون اکرام نسبتی او. و عبودیت لله تعالی، و همچون بجا آوردن عبادت برای الله تعالی. فامتثلوا امر الله، همه چیکار کردن؟ اطاعت کردن امر الله را. و بادروا كلهم بالسجود، همه شتاب کردن سجده کردن را. الا ابلیس ابا، بجز ابلیس او ابا کرد، یعنی امتنع عن السجود، از سجده کردن خودداری کرد، از مانع شد از سجده کردن. و استکبر عن امر الله، یعنی خود را کلان دانست از فرمان الله. و علی آدم، و بر آدم. قال گفت: اسجد لمن خلقت طینا، آیا من سجده میکنم آن کسی را که تو وی را از گل آفریدی.
هم خیلی گفت و هذا الإباء منه والاستكبار نتیجة الكفر الذي هو منطوي عليه. نگاه کنید انا همین ابا کردن یعنی که مانع شدن از جانب ابلیس و کبر کردن، کبر ورزیدن، این نتیجه همون کفر بود که یعنی رزولتی همون کفر بود که هو منطوی همون کفر احاطه کرده شده بود بر ابلیس. همون کفر که ها همون ابلیس چیکار کرده بود؟ احاطه کرده بود، لیکن نتیجهش هیچ کی ندانسته بود، چون که نتیجه یعنی امتحان دیگه. بها اون وقت معلوم میشه بعدی امتحان نیست که آخر خیلی بها بعد از امتحان میشه خیلی بعدی نتیجه. بنابراین نتیجه کفر انیق شد که نتیجهش شیطان اظهار کرد یا که نشون داد خودش. مراد از همون نتیجه کفر از چی عبارت بود؟ اباه و استکبار بود. نعم. فتبینت حینئذ عداوته لله ولآدم و کفره و استکباره. در این حین انیق شد دشمنی او نسبت الله و نسبت آدم علیه السلام و کفر او انیق شد و کبر او انیق شد. خب مفسر میفرماید و فی هذه الآیات من العبر والآیات یکی من العبر والآیات اثبات الكلام لله تعالی. در این آیات ها چنان عبرت و چنان معجزه های است که مثال گیریم برای چیکار کردن؟ اثبات کردن کلام را برای الله سبحانه و تعالی. یعنی اگر فهمیم، اگر اهمیت دادگی باشه در همین آیات ها چندین عبرت و چندین معجزه ها است، از جمله اثبات کلام الله سبحانه و تعالی. هم خیلی الله تعالی گپ میزد است، هم خیلی است. و انه لم یزل متکلما، او همیشه سخن زننده است، حرف زننده است. یقول ما شاء، میگوید چرا که میخواهد، و یتکلم بما شاء، چرا که خواهد حرف میزند. و انه علیم حکیم، او دانا است و صاحب حکمتی تامه است. و فيه ان العبد اذا خفيت عليه حكمة الله في بعض المخلوقات والمأمورات فالواجب عليه التسلیم. در این و چنین دلیل آمده است که بنده گرچنده که به او حکمت الله در بعضی مخلوقات و در بعضی چیزهای امر کرده شده پوشیده باشد، یعنی که سرش نداند، هم واجبه بر بنده چیکار کردن؟ تسلیم شدن واجب است. و اتهام عقله و عقل خودش متهم کردن. فهمیدی؟ یعنی مثلا در بعضی امر اگر تو عقلت نگیرد اون معنا نداند که این چیزی الله امر کردگی یا که چیزی الله آفریدگی چی باشد، یگون بی حکمت باشد. نه، انسان باید که اتهام کند، تهمت کند، یکی متهم کند، عقل خود را عیبدار کند. والاقرار لله بالحکمت، بنده باید که اقرار شود برای الله در حکمت. و فيه اعتناء الله بشأن الملائکه، و در همین نیز دیگر از این عبارت ها آن عبرت می باشد که اعتنای الله به حال و احوال فرشتگان. یعنی الله سبحانه و تعالی مثال وقتی که این فرشته را یا که وقتی که این خلیفه را الله سبحانه و تعالی آفرید چیکار کرد؟ یعنی که فرشته ها را بی‌پرواگی نکرد نسبتشون، اما خیلی اعتنا کرد و یارم اهمیت داد حال و احوالشون. و احسانه بهم، احسان کردن الله به فرشتگان، بتعلیمهم ما جهلوا، به سبب ویها را تعلیم دادنی آنچه را که واقعا ایشان جاهل بودن نسبت او. و تنبیههم علی ما لم یعلموا، و چی تنبیه کنندنی ویها یا که آگاهانیدنی فرشتگان به آن چیزی که ایشان در واقع نمیدانسته بودند. میتونست که الله تعالی گفت که کارتون نباشد، میتونست هم خیلی گفتن، لیکن الله سبحانه و تعالی حکمتش برای ویها هم دست داد و تعلیم داد. و فيه فضل العلم من وجوه، از چندین وجه در همین یعنی که با فضیلت علم هم گرفته می شود. مثلا از جمله ان الله تعرف لملائکته بعلمه و حکمته، الله سبحانه و تعالی فرشته هاش شناس گردانید با علم خودش و به حکمت خودش هم خیل شد. و منها از جمله فضیلت علم چیست؟
ان الله عرفهم فضل آدم بالعلم. الله سبحانه و تعالی به ایشان معرفی کرد فضیلت آدم را با علم، یعنی آدم از شما برتری دارد به سبب علم. و دیدید علم رتبهش چقدر بلند هست، لیکن متاسفانه نه همه فضل و ارزش و قیمت علم میداند. و انه افضل صفت تكون في العبد، یعنی علم از همه صفت فاضل ترین بزرگترین صفت می باشد که در بنده هست. و منها دیگر از فضیلت علم، برتری علم از آن عبارت است که ان الله امرهم بالسجود لآدم، الله به فرشتگان امر فرمود سجده کردن را برای آدم، اکراما له، برای اکرام آدم بود، برای اکرام آدم. لما بان فضل علمه، وقتی که انیق شد روشن گردید فضیلت علم آدم. و منها و دیگر از همون فضیلت علم از آن عبارت است که ان الامتحان للغیر اذا عجزوا عما امتحنوا به، یعنی امتحان گرفتن برای غیر، یعنی که دیگر کس امتحان گرفته می شود وقتی که ایشان عاجز شوند از همون چیزی که به ایشان که از ایشان از اونها امتحان گرفته می شود. ثم عرفه صاحب الفضیله، بعد از آن صاحب فضیلت و یا میداند. یعنی که مثال گیریم دو طایفه انسان ها هستند، یک طایفه انسان ها امتحان میگیری که امتحان سپاریدن نمیتوانند، یکی در نتیجه دویم طایفه را که میپرسید که عرفه، میداند این امتحان گرفتگی شما را، کدام انسان ها میداند؟ صاحب الفضیله، دایم صاحب فضیلت او را میداند. وقتی که الله سبحانه و تعالی نامهای مسمیات پیشنهاد کرد به فرشتگان ندونستند، به آدم پیشنهاد کرد، آدم چیکار کرد؟ دانست و اینها را. معلوم میشه که صاحب فضیلت کی بوده؟ آدم بود یا که فرشتگان؟ آدم بود است. به سبب چیز یعنی که آدم و اینها را دانست، به سبب علم. گپ درباره فضیلت علم رفته شده سخن. فهو اکمل مما عرفه ابتداء، یعنی این از همه کامل ترین هست از اون چیزی که در ابتدا وی را دانسته بود. و منها و دیگر از فضیلت علم، برتری علم از آن عبارت است که الاعتبار بحال ابوی الانس والجن، یعنی اعتبار داده شد در اینجا نسبت حال دو پدر، یعنی پدر انسان ها هم حالش هم دانستیم و پدر شیطان هم پدر جن ها هم دانسته شد. همه خلاصه دو چیز اعتبار داده شده است، یعنی که پدر بشریت آدم باشد، پدر یعنی که جن ها، کلان جن ها که شیطان و هم همچون پدر حساب می‌بود برای هم. و بنا فضل آدم، در اینجا فضیلت آدم چی انیق شد. و بیان می بله و بیان فضل آدم و بیان یوکی روشنی فضیلت آدم و افضال الله علیه، با تمام دیگر فضل و کرم الله بالای آدم انیق شد. و عداوت ابلیس له، و دشمنی ابلیس برای او انیق شد. الی غیر ذلك من العبر، و غیر از اینها دیگر چی عبرت ها، دیگر پند و نصیحت ها، یعنی که خلاصه بسیار چیز گرفته می شود تحت همینه. لما خلق الله آدم و فضله، وقتی که الله تعالی آدم آفرید و با او فضل و چی برتری داد، اتم نعمته علیه، نعمتش به او چکار به اتمام رسانید، یعنی بان خلق منه زوجه، مثلا یکی از همون به اتمام رسانیدن نعمتش نسبت آدم، همین که از خود آدم جفت او را آفرید، لیسکن الیها، تا اینکه به همین جفت خود آرام شود گفته، و یستأنس بها، با او انس گیرد، با او یعنی که آشنا شود. و امرهما بسکن الجنة، هر دو را امر فرمود که در جنت استقامت بکنند، یعنی که جنت را برای خود مسکن گیرند. والاکل منها رغدا، ایشان امر فرمود که از همین جنت گوارا بخورند، ای واسعا هنیئا، یعنی وسع یکون محدودیت نبود، هنیئا هنی گفته یعنی که چه گوارا به یکون مشقت بخورند، یکون مشکلی و مشقت نیست. حیث شئتما، گفت کجا که هر دویتان میخواهید، ای من اصناف الثمار، از هر نمودی میوه ها، و الفواکه، اینا همون.
وقال الله له الله تعالى برایش گفت إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى هر آینه در جنت تو چی نه گرسنه میشوی نه برهنه میمانی و انک لا تظمأ فيها ولا تضحى در اینجا تو یگون تشنه هم نمیمانی و گرم هم نمیشوی یعنی که مثال گیرم عرق مثال دمگیر و ایلگیر نمیشوی نه سرماد میزند مثال گیرم نه گرمی بد میشوی ولا تقرب هذه الشجره و با این درخت نزدیک مشوید نوع من انواع شجر الجنه یعنی این یک نمودی از نمودهای درختان جنت می باشد که الله اعلم به الله خودش نسبتی همین درخت میدونه و چگونه بودنش را و انما نهاهما عنها امتحانا و ابتلاء الله سبحانه و تعالی از همین درخت فقط هر دو را منع کرد همچون امتحان و همچون سنجش او لحکمت غیر معلومت لنا یا برای دیگر یگان حکمتی که برای ما تا حال چی معلوم نیست فتكون من الظالمین اگر شما مبادا با این درخت نزدیکی جویید دیگر از زمره ظالم ها خواهد شد دل علی ان النهی للتحریم این دلالت میکند که نهی برای چی تحریم بوده است برای حرام لانه رتب الظلم علیه زیرا که نتیجه او را به ظلم در ترتیب آورد یعنی هر یک چیزی که مثال گیریم امر فرماید یا که نهی کند که نتیجهش به ظلم خاتمه دهد اگر در ترتیب روش امر یا که نهی اگر کلمه ظلم بیاد اگر این امر برای چی می شود برای تحریم می شود فهمیدید نه فلم یزل عدوهما یوسوس لهما و همیشه دشمنشون باشد برایشان وسوسه میکرد و یزین لهما برایشان زینت ها دادن میگرفت تناول ما نهی عنه در نتیجه چیکار کردن از وسوسه شیطان و از زینت شیطان نسبت این دو یعنی آدم و حوا چیکار کردن تناول کرد آدم آنچه را که از همون چیز ایشان را منع کرده شده بود حتی ازلهما در نتیجه هر دو را لغزانید ای حملهما علی الزلل بتزیینه یعنی که اونها را وادار کرد مجبورشون کرد به لغزیدن به سبب زینت دادنش کاری آخه همون کافرام دیده دایم کاری فساد فسق مثال گیریم ارتس بیاریم توی به ارتسی عرق نوشی دیگه چیزها را شیطان کارش چی زینت دادن میگیرن و قاسمهما بالله یعنی که هر دو را قسمیات کرد به الله اولین کسی که به الله به دروغ قسم خورد این شیطان بود آخر هم خلاصه برای همین یعنی که زیش از این با خلاصه گرفتم فایده گرفتم می شود که قسم دروغ بعد بودنش مثال گیریم نه اینی لکما لمن الناصحین در دیگه آیتون دیگه است که قسم میخورم که من نسبتی هر دوی شما از گروهی نصیحت کنندگان هستم من با شما رو مصلحت داده شدم که اگر از همین درخت شما تناول کنید نزدیک شوید خوب میشد گفت فاغتر به فریفته شدن به همون قسم های ابلیس و اطاعه و اطاعتش کردن گپش باور کردن فاخرجهما مما كان فيه در نتیجه در اون نعمتی که در اون گوارا بودن هر دو را برآورد من النعیم و الرغب از نعمت و از جاهای وسع و اهبطوا الى دار التعب والنصب والمجاهده در نتیجه همه را یعنی چی فراورده شد به یک داری که و دار عذاب بود دار مشقت بود داری بود که مثال گیریم اکنون این بعض انواعی که در انواع میوه هایی را که یا که خوراک هایی را که در جنت دیده میشد و ها بعضش در روی زمین هم هستن فهمیدید لیکن اینها را نکو فقط به عذاب و به محنت و به دهقانی و ابراهیم به دهقانی و هم خلاصه به بهار و تابستان و زمستان انمی مشقتی ها مثال گیریم به دست آورده می شود نه بعضکم لبعض عدو گفت اکنون پاره شما نسبتی پاره دیگر دشمن می شود هم خلاصه ای آدم و ذریته آدم و ذریتش و میدید همه بنی آدم است از اونها یهود است از اونها نصرانی است از اونها منافق است از اونها کافر است از اونها اهل سنت است اهل بدعت است اهل توحید است و اهل شرک است و یک دیگر دشمنی و بدبینی اعداء یعنی دشمن هستند یعنی آدم و ذریته و اعداء لابلیس و ذریته
دیدید که آدم و ذریت او دشمن هستند برای ابلیس و ذریت ابلیس. و من المعلوم ان العدو یجد و یجتهد فی ضرر عدوی، معلوم است، همه میداند، پوشیده نیست که همین دشمن کوشش و تلاش میکند در ضرر رسانیدن دشمن خودش. همین دشمن دائم تلاش و کوششش به مقابل همون دشمن ضرر رسانیدن دشمن خودش میباشد. و ایصال الشر الیه بكل طریق، با کدام راهی که نباشد کوشش میکند که شر را به در برده به هوای رساند گفته. و حرمانه الخیر بكل طریق، و تمام تلاش کوشش صرف میکند به کدام راهی که نباشد از همون خیر و چیکار کند محرومش کند گفته. ففی ضمن هذا، در معنای این چنین برمی آید که تحذیر بنی آدم من الشیطان، یعنی حذر کنانیدن بنی آدم است از شیطان. خلاصی همین گپا یعنی که چیه؟ مثال گیریم باید که فرزند آدم از شیطان دائم در احتیاط باشد که چخیلی که در دیگه جا میفرماد که انا گفتم جنده کما قال تعالی ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، هر آینه شیطان برای شما دشمن است، شما وی را دشمن بگیرید. شما وی دشمن گیره معناش اینه که دائم در احتیاط باشید که از خیر شما را محروم نکند و یگون شر را به شما نرساند. و شما باید تلاش کوشش کنید که یعنی که کار کنید که دشمنتون دائم در ضرر باشد و از خیر محروم باشد دشمنتون. انما هو يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير، وظیفه شیطان از این عبارت است که وی دعوت میکند حزب خود را، طرفداران خود را، اول برای خاطر یعنی که دعوتی وی گذرد وی چیکار میکنه؟ برای خودش حزب تشکیل میکند. همین خلاصه انما يدعو، دعوت میکنه حزب خودش، انا برای خاطر معلوم بشه که وی دعوتش گذرد اول برای خودش حزب تشکیل میکند. همین حزبی هم چه خیلی داخل همین اول یعنی چیکار میکنه؟ این طرف اون طرف کار میکنه که در حزبش درآید. خب بعد از که در حزبش که درآمدی، مثال لیکونوا من اصحاب السعیر، شیطان به حزب خود دعوت میکنه که تا اینکه همه یک جایه از اصحاب دوزخ شوند، سعیر. افتتخذونه و ذریته اولیاء من دونی، الله سبحانه و تعالی میفرماید نخواست شما میگوید وی را یعنی شیطان را و ذریت وی را دوستی نزدیک گیرید مرا مانده، من دونی یعنی بغیر از من. نخواست شما شیطان اینقدر دشمنیش برای شما ذکر کردن در قرآن، در قرآن ذکر کرده که میخوند این دشمنی شیطان برای خلق مسکین جاهل. و هم لکم عدو، وی ها برای شما دشمن هستند. بئس للظالمین بدلا، چی عوضی بد است برای ظالم ها. کی مثال گیرم چیکار میکند؟ الله را به اینها عوض میکند، دوستش به دشمن عوض میکند، خیلی هم عوضی بد است. ثم ذکر منتهى الاحباط، بعد از آن یعنی که پایانی فراوردن الله تعالی ذکر میکند، یعنی بعد از یعنی که شما را به زمین میفروریم در نتیجه و شما چه خیلی معامله چه خیلی رفتار کرده میشود. گفت ولکم فی الارض مستقر، دوامش الله تعالی میگوید که و برای شما اکنون در زمین جای قرار است، یعنی قرارگاه شما روی زمین است. ای مسکن و قرار، جای زندگیتون، جای یعنی حیات بسر گذراندنتون، اثر گذراندنتون، و جای قرار اکنون زمین است. و متاع الی حین، چیزای فایده بخش هم اکنون هست برای شما در روی زمین، لیکن الی حین. دیدید همین حین میگوین که یک ظرفی است که وقتش انق نیست، یک لحظه هم یک ثانیه هم بگیم اینم حین میشود، 1000 سال میلیارد سال هم که باشد این چیه؟ اینم حین میگوین، چون که حین یک ظرفی است که زمانی او انق نیست. معناش چی میشه؟ الی حین الی انقضاء اجالکم، تا تمام شدن اجلتان در روی زمین برای شما قرارگاه هست و متاع هست. ثم تنتقلون منها للدار التي خلقتم لها، بعد از آن شما انتقال میکنید، میگذرید از این دنیا یا که از روی زمین به یک خانه که به خاطر همان شما را آفریده شده است. یعنی شما اگر از اهل جنت باشید به جنت داخل میشوید، از اهل دوزخ باشید معاذ الله به دوزخ. و خلقت لكم، و دار آخرت برای شما آفریده شده است. ففيها ان مدت هذه الحیات مؤقته عارضه، نگاه کنید در همین آیت دلیل می شود که مدت این زندگانی موقتی بوده است، عارضه بوده است، یعنی که یک
چی عارضه میدونن، یا عارضه به معنی هم موقته. میدونید لیست مسکنا حقیقیه، عارضه نه موقته دیگه گفتیم که میگوید که یعنی این دنیا یک مسکنی حقیقی نبوده است و انما هی معبر، این یک گذرگاه بوده است که یتزود منها لتلك الدار، یک گذرگاه بوده است که از این دنیا فقط زاد گرفته می شود، توشه گرفته می شود، عمل گرفته می شود برای خانه یا که برای آن دار، برای وی خانه شده. ولا تعمر للاستقرار، عمر بسر گذرانیده نمی شود به خاطر چی؟ برای خاطر ابدی قرار گرفتن در اینجا. فهمیدید؟ فتلقى آدم، بس آدم بگرفت، ای تلقفه گرفت می شود، و تلقنه همچون تلقین گرفت. معلوم می شود که این آدم پیش دستی خود نتوانست یعنی که گوید و تلقین کردند، یا که الله تعالی و الهمه الله چی به او الهام بخشید. یعنی خیلی به تعبیر خودمون، در تعبیر خودمون میگن که الله در دلش انداخت، گفت که من ربه، یا که از پروردگارش یک چند کلمه ها را تلقین گرفت و هی قوله، و مراد از اون کلمه ها ربنا ظلمنا انفسنا، همین الآیه، یعنی که مثلا ربنا ظلمنا انفسنا، ای پروردگار ما در حقیقت ما در جان خود ظلم کردیم. الله تعالی گفت که ولا تقربا هذه الشجره فتكون من الظالمین. گفتشون که اینا اعتراف کردن، گفتن که در حقیقت ما در جان خود ظلم کردیم و ان لم تغفر لنا، اگر تو ما را مغفرت نکنی و نسبت ما رحم و مهربانی نکنی لنکونن من الخاسرین، از جمله زیان بینندگان خواهیم شد. گفته همینه گفتن. فاعترف بذنبه، یعنی آدم به گناه خود اعتراف کرد و سأل الله مغفرته، از الله مغفرت پرسید. فتاب علیه و رحمه، الله توبه او را بپذیرفت. فتاب الله علیه، الله توبهش قبول کرد و رحمه به او رحم کرد. انه هو التواب، واقعا الله سبحانه و تعالی توبه پذیر است. لمن تاب الیه و اناب، کسی که به سوی الله برگردد و صدقا توبه کند. و توبته نوعان، توبه او دو خیل می شود. توبه آدم دو نوع شد. توفیقه اول الله سبحانه و تعالی، یا که بگیم توبه الله سبحانه و تعالی، بگیم خطا نمینیم. توبه پذیرفتن الله دو خیل می شود. یکم توفیقه اولا الله تعالی به انسان، به شخص توبه کننده بگیم توفیق می بخشد، همین خیلی است. ثم قبوله للتوبه، بعد از آن یعنی قبول کردنی الله سبحانه و تعالی توبه را. اذا اجتمعت شروطها ثانیه، به شرطی که انا شرط های توبه گویم ثانیاً چی باشد؟ پره باشد. یعنی شرط های توبه رو میدونید، یکی از شرطاش یعنی که انسان صادق باشد، انسان دوباره یعنی که عزم کند که دوباره به اون گناه بر نمیگردد، انسان باید پشیمان باشد و هکذا. الرحیم، الله مهربان است به عباده، به بندگان خود. و من رحمته بهم، و بعضی از رحمت الله نسبت بندگان از آن عبارت است که ان وفقهم للتوبه، الله سبحانه و تعالی به بندگان خود توفیقشون میدهد توبه کردن را. و عفا عنهم و صفح، از اونها گذشت میکنه الله تعالی و چیکار میکند؟ یعنی که وی را میبخشد، صفح میبخشد. کرر الاحباط، در اینجا الله سبحانه و تعالی همون فراوردن از آسمان، یا که گم از بالا فراوردن بروی زمین تکرارا ذکر میکنه. برای چی؟ لیترتب علیه ما ذکر، تا اینکه اکنون ضمن همون ترتیبی که الله ذکر کرد هوای در ترتیب بیاد، دوام دارد. و هو قول الله سبحانه و تعالی میفرماید که فاما یاتینکم منی هدی، پس اگر، این ما در اینجا میگن که مای تأکید است، خیلی در کتابای نحو زیادش میگن، یعنی مای تأکید، این یاتینکم میشه. همین فاما یاتینکم منی هدی، یعنی اگر به نزد شما از طرف من یگون هدایت آید، ای وقت و زمان جاءکم منی، یعنی همون وقت و همون زمانی که به شما از جانب من آید، یا معشر الثقلین، ای مثال گیریم گروه انسان ها و جن ها، هدن هدایت آید،
ای رسول یعنی رسول آید و کتاب آید که یهدیکم لما میشه هم کلمه نباشد یعنی همت ایام هست یعنی ای وقت و زمان نشده باشد کدام وقت و کدام زمانی که به نزد شما از طرف من آید ای ثقلین یعنی که از جماعه ثقلین گفته یعنی که ای انسان ها ای جن ها هدایت آید مراد از هدایت رسول آید و کتاب آید یهدیکم لما یقربکم منی که همون رسول یا که گویم کتاب شما را چیکار کند راهنمایی کند به کارهایی که وای کارها شما را به من نزدیک می آورد و یدنیکم منی این هم همون معنا ادنا یدنی شما را به من نزدیک می آورد و یدنیکم من رضای شما را به رضاگی من نزدیک می آورد دیگه همه خیلی هدایت آید فمن تبع هدای بس در نتیجه کسی پیرو از هدایت من کند از شما منکم بأن آمن برسولی و کتبی یعنی پیروی از هدایت من چگونه می شود با ایمان آوردن می شود با رسول های من با کتاب های من و اهتدى بهم به طفیل ویها هدایت یابد و ذلك بتصدیق جمیع اخبار الرسل و کتب این با تصدیق کردن جمیع خبرهای رسول ها دادگی و کتاب ها دادگی می شود والامتثال للامر و اجتناب للنهی والاجتناب للنهی این با اطاعت کردن امرها می شود و اجتناب ورزیدن از کارهای من کرده شده می شود فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون برای چنین کسا نه یگون خوف و خطر می شود بالایشان و نه ایشان غمگین می شود اکنون نسبت خوف و غمگینی شیخ خیلی هم سخنی خوب می گوید در پایان و فی الآیه الاخرى در دیگر آیات می فرماید که فمن اتبع هدای فلا یضل ولا یشقى کسی پیرو از هدایت من کند یا که از هدایت من را پیروی کند نه گمراه می شود و نه بدبخت می شود فرتب على اتباع هداه اربعه اشیاء نگاه کنید با پیروی از هدایت خود 4 چیز الله سبحانه و تعالی به ترتیب می آورد اما ظاهرا ببینید 2 چیز لا خوف علیهم ولا هم یحزنون هم خلاصه 2 و در دیگه آیت چی گفت لا یضل گفت فلا یضل ولا یشقى و این 2 چند شد 4 چیز که با این 4 چیز با مقابل دارد نفی الخوف والحزن یعنی انکار کرد کسی پیروی از هدایت الله کند اگر از وی خوف می رود و غم می رود و الفرق بینهما فرق بین این 2 چیز چه می باشد خوف و حزن ان المکروه ان کان قد مضى وقتی که یک چیزی ناخوش ان کان قد مضى واقعا اگر همین چیزی ناخوش رفتگی باشد احدث الحزن یعنی که چی غم را پیدا میکنند و ان کان منتظرا اگر چیزی نگران باشد احدث الخوف اگر یک چیزی همون مکروه نگران باشد که حال میشود احدث الخوف انسان اند چی پیدا میشه ترس پیدا میشود فنفهما عمن اتبع الهدى انا همین دوره الله سبحانه و تعالی انکار کرد یعنی نیست کنانید از کسی که پیرو از هدایت میشه و اذا انتفیا وقتی که این 2 نیست شوند ثبت ضدهما اینها که رفتن ضد این 2 چیز با پیدا میشود و هو الهدى و السعاده وقتی که در انسان خوف و غم نباشد 2 چیز به طفیل این به دست می آورد هدایت یعنی راه راست و سعادتمندی را فمن اتبع هداه بس کسی پیروی از هدایت الله کند حصل له الامن والسعاده الدنیویه والاخرویه والهدى برای او روی می آورد چی یا که پیدا می شود امن و سعادتمندی دنیا و آخرت و هدایت برای او پیدا می شود و انتفع عنه کل مکروه تمام چیزهای ناخوشی از او نیست می شود نابود می شود من الخوف مثلا ترس و الحزن غم و الضلال و گمراهی و شقا و بدبختی
فحصل له المرغوب، یعنی آن چیزی که نسبت آن رغبت و طمع داشته بود برایش روی میدهد. و اندفع عنه المرهوب، و همون چیزی که از وی میترسید و خوف و ترس داشته بود از او دفع میشود. و هذا عکس من لم یتبع هدا، یا یتبع هدا، این عکسی کسی می باشد که پیروی از هدایت او نکرده باشد. فکفر، درو کافر شده باشد. و کذب آیاته، و کذب آیاته، آیات الله را تکذیب کردگی باشد. اولئک اصحاب النار، وایها یعنی که اصحاب دوزخ. کی ها؟ همون کسانی که مثال گیریم انا پیروی از همون نه والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا، گفتگو اون کسانی که مثال گیریم کافر شدن و نسبت آیات ما تکذیب کنند. اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، ای الملازمون لها، یعنی لازم گیرندی دوزخن. ملازمت الصاحب لصاحب، خیلی که همون یک صاحب با یک صاحب خودش چی او را لازم میگیرد، از اون صاحبش جدا نمیشود، چون که جدا شود دیگه و یه صاحب نمیگویند، هم خلاصه هم صحبت نمیگویند. و خیلی که غریم با غریم خود، یعنی شخصی قرضدار با قرض دهنده خود چیه؟ قرضدار با قرضدار چی؟ یک جایی می باشد. یعنی که شخصی که یک از دو گرفت دارد دیگر اول دیگر جایی گریزی ندارد، فهمیدید؟ چون که وای زویسیمه هم خلاصه. هم فیها خالدون، ایشان در اونجا جاودانند. لا یخرجون منها، از اونجا نمی برایند. ولا یفتر عنهم العذاب، از ایشان عذاب سبک نمی شود. ولا هم ینصرون، و ایشان را نیز نصرت و پیروزی داده نمی شود. و فی هذه الآیات و ما اشبهها انقسام الخلق من الجن والانس الى اهل السعادة و اهل الشقاوة. در این آیه کریمه و همانند این آیات یعنی که دلیل شده است تقسیم شدن خلق، یعنی از خلق گفتن جن ها و انسان ها تقسیم شدن به اهل سعادت و به اهل شقاوت بدبخت. و فيها صفات الفريقين والاعمال الموجبة لذلك. در این آیات صفات های دو فرقه هم آمده است، یعنی که فرقه اهل سعادت و فرقه اهل شقاوت آمدگی است. و همچنین آمدگی است اون اعمالی که موجبی این می باشد، یعنی که اون اعمال نیز ذکر می شوند که همون اعمال کنندگر از اهل سعادت می شوند، یا که همون اعمال کنند از اهل چه شقاوت می شوند. یعنی اهل سعادت هم ذکر کرد و کدوم کارها اینها را اهل سعادت کرد، اینا را هم ذکر کرد الله تعالی. و اهل سعادت ذکر کرد یا که اهل شقاوت ذکر کرد و کدوم اعمال اینها را به اهل شقاوت برده رسانید، اینها هم ذکر شدند. و ان الجن کالانس فی الثواب والعقاب. و دیگر چیزی که از این آیات گرفته می شود، جن ها هم مانند انسان ها بودند در گرفتن ثواب و در چی عذاب. کما انهم مثلهم، خیلی که ویها مانند ویها می باشند، یعنی که جن ها مانند ویها می باشند در امر و نهی. یعنی هر امری که الله تعالی بنی آدم امر کرد دیگه جن ها هم امر کرده. هر نهی که از وی بنی آدم منع کردگی باشد، جن ها هم همین طور منع کرده شدگی هستند. ثم شرع تعالى يذكر بني إسرائيل نعمه عليهم وإحسانه. بعد از آن الله سبحانه و تعالی شروع کرد ذکر کردن بنی اسرائیل، یعنی که خاطر رسون کردن بنی اسرائیل را، نعمتهایش را بالایشان که ارزانی بخشید و به ایشان یا که احسان خودش را به اونها خاطر رسون کرده. فقال، گفت یا بنی اسرائیل، ای فرزندان یعقوب. المراد به اسرائیل، مراد از اسرائیل یعقوب علیه السلام و یعقوب علیه السلام بوده است. هم خلاص، چون که بنی اسرائیل گفته همون فرزندان یعقوب میگویند. و الخطاب مع فرق بنی اسرائیل، این خطاب با همراهی فرقه های بنی اسرائیل است. الذين بالمدینه و ما حولها، کسانی که در مدینه بودند و در گرد و اطراف مدینه زندگی میکرده بودند. خطاب اساسا به همانها آمده است. و يدخل فيهم من اتى بعدهم، در ویها یعنی که داخل میشود، یعنی در این گروه در بنی اسرائیل داخل میشد و کسانی که بعد از اینهای که در مدینه زندگی میکردن، در اطراف مدینه زندگی میکردن، با ویها هم دخلدار میباشد. فامرهم بامر عام، الله سبحانه و تعالی ویها را با امر عام امر میفرماد. گفت اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم،
بیاد آره نعمت مرا که بالای شما ارزانی بخشیدم و هو یشمل سایر النعم، این نعمت همه نعمت ها را در بر میگیرد. التي سيذكر يوكي سيذكر في هذه السورة بعضها، مثلا اون نعمت هایی که بعضی اون نعمت ها چی در این سوره ذکر می شود و بعضی دیگهش در دیگه سوره ها هم خلاصه. و المراد ذکرها بالقلب اعترافا، مراد از ذکر کردن این نعمت ها با قلب می شود، با قلب ذکر کردن نعمت ها یا که بیاد آوردن این نعمت ها با چگونه می شود؟ اعتراف کردن با قلب باید که اعتراف بکنید این نعمت های مرا که بالای شما ارزانی بخشیدم. و باللسان ثناء، و با زبان چی می شود؟ ثنا کردن، الحمدلله گفتن به دیگه تعبیر گویم. و بالجوارح، و با عضوهای بدن می شود. خب با عضوها چی خیلی یعنی که مثال گیریم نعمتی الله را انسان باید می آورد باستعمالها فيما يحبه و یرضیه، باید که عضوها را استعمال کرده شود در چنان کارهایی که ویها دوست داشتی الله می باشند که الله باید اون کار دوست می داشته باشد و رضایت الله را می آوردگی کارها باشد. و اوفوا بعهدی، با عهد من وفاداری کنید، و هو ما عهده الیهم من الایمان به، و همان عهد را در نظر دارد که الله سبحانه و تعالی به ایشان عهد کرده بود. مثلا من بیان میکند من الایمان به، من عهد کردم با شما باید که شما ایمان آورید به من، گفت الله تعالی، و به رسولی و به رسولانش ایمان آورده شود، و اقامت شرعه، بجا آوردن شریعت الله، اوفی بعهدکم، اگر همین گفته های در بالا ذکر شده را شما بجا آورید من هم یعنی که با عهد شما وفا میکنم، یعنی که در مقابل این چی وعده کردم شما را یعنی که منم وفا میکنم. و هو المجازات على ذلك، یعنی وفای من نسبت عهد شما از چی عبارت میباشد؟ پاداش دادن به همین چیزهای در بالا شما ذکر کرده، یعنی که شما ایمان آوردید به الله و رسولانش، شریعت الله را قائم داشتید، من جزای نیکتون میدهم. والمراد بذلك ما ذكره الله في قوله، مراد از آن همان چیزی است که الله سبحانه و تعالی در قول در سخن خودش در قول خودش ذکر میکند. چی میگوید؟ ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل، واقعا الله سبحانه و تعالی از بنی اسرائیل چی از فرزندان یعقوب چیکار کرد؟ عهد و پیمانی ویها را گرفت. هم خلاصه اینه در کجا اومده؟ در آیه 12 از سوره مائده. خب مراد از میثاق در اینجا چیه؟ یعنی عهد. مراد از میثاق در اینجا عهد در نظر میتونید که قلم در زیر همین آیه نویسید. ولقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل، واقعا الله تعالی عهد و پیمان بنی اسرائیل گرفت. و بعثنا منهم 12 نقیبا، بعثنا ای اقمنا، ما قائم گردانیدیم، ما یعنی که برقرار کردیم از اونها از بنی اسرائیل 12 نقیب گفته ای کبیرن علیهم، یعنی که 12 نماینده را که بالای ویها کلام بودند که یقوم به امورهم، کارای خیلی که تعبیر امروز می اقساقال میگن که فهمیدید رئیس انتخاب کردیم از ویها که ویها کبیر بودند، بالایشون کلانسال بودند، با معتبر بودند، یعنی که گپشون میگذاشتگی بود که یقوم به امورهم، کارای ویها را به عهده گرفتگی بودند. و قال الله انی معکم، الله تعالی گفت که من همراه شما هستم. لئن اقمتم الصلاة، اگر شما نماز برپا دارید، و آتیتم الزکاه، و زکات به مستحقها چیکار کنید؟ ادا کنید. و آمنتم برسولی، به رسولان من شما ایمان بیاورید. و عزرتموهم ای نصرتموهم، عزرتموهم چی میشه؟ یعنی نصرتموهم، یعنی رسول های من دستگیری کنید، نصرتشون دهید که به اونها یعنی که آسیب نرسانند جاهل ها. و اقرضتم الله قرضا حسنا ای انفقتم فی سبیله، الله را قرض بدهید، معنیش اینه که در راه الله شما نفقه کنیتون. لأکفرن عنکم سیئاتکم، البته ولا اخذ بها، یعنی یعنی که شما را میبخشم، خیلی میشه لو کفرن عنکم، یعنی گذشت میکنم من از کارهای بدی شما. ولا ادخلنکم، البته شما را میدرارم
جنات تجری من تحتها الانهار، و جنت هایی که در زیر قصر و گویم درختان آن جویها جاری میشوند، همونجا به داخل میکنند. فمن کفر بعد ذلك، چون که در اون تا آخر ذکر کرده شده نیست، و کسی بعد از آن کافر شود، بعد از همین یعنی که ناباور شود، کافر شود از شما، فقد ضل ای اخطا، این خطای بزرگ کرده است. از چی بیره شده است؟ سواء السبیل ای وسط السبیل، از مرکزی راه بیره شده است. مراد از وی چی؟ طریق الحق، یعنی از راه حق بیراه شده است. گفتم نه فهمیدید؟ ثم امرهم بالسبب الحامل لهم على الوفاء بعهده. بعد از آن الله سبحانه و تعالی ایشان را امر میکند با چی؟ با یک سببی که اون سبب برای خاطر وفا کردن یک سبب در کار. چیکار کنیم که ما به عهد خود وفادار میشویم؟ الله سبحانه و تعالی ایشان را امر میکند با یک سببی که این سبب برایشان حامل میشود. حامل یعنی چی؟ وادار کننده، در جنبش و در حرکتش می درآوردگی به همین سبب ایشان امر میکنه علی الوفاء بعهده، که این ایشان حمل میکنه، برده میرساند به وفا کردن به عهد الله، و هو الرهبة منه تعالی، از الله ترسیدن می باشد، و خشیته وحده، یگانه از الله ترسیدن می باشد. فان من خشیه، چون که کسی از الله بترسد، اوجبت له خشیته، انمین ترس الله به او واجب میگرداند. نگاه کنید، انمین ترس الله او را چی وادار میکند به چیکار کردن؟ امتثال امره، اطاعت کردن امر الله را، و اجتناب نهیه، و کنار شدن را از منع کرده های او. معلوم میشه که اون انسان اطاعت میکنه از امر الله و از منع کرده های الله دست میکشد یا کنار میشود وقتی که در او خشیه باشد. یعنی که برای خاطر برای تو خشیه شود، اگر یعنی نسبتی امر کرده های الله باید تو شناس باشی، علم داشته باشی، چون که به علم خشیه پیدا، این یک صفت می باشد که علما میگن که در تحت کلمه خشیه این خوف نیست، خشیه یک چیزی هست که در درونش علم می باشد. بنابراین الله تعالی میفرماید که انما یخشى الله من عباده العلماء. البته واقعا از الله میترسیدگی کسها از بندگانش، کسی از الله میترسد کیا هستند؟ العلماء، عالم ها. معلوم میشه است که عالم ها میدونند یعنی که کدام چی امر است و کدام چی نهی است، بعد در اساس دانستن امتثال الامر میکنند و اجتناب نهی میکنند. فهمیدتون؟ ثم امرهم بالامر الخاص، بعد از اونها را، این امر عام بود، اکنون اونها را امر میکند به امر خاص. الذي لا يتم ایمانهم ولا يصح الا به. انا ایمانشون به این به اتمام نمیرسد، به این درست نمیشود. گفت فقال و آمنوا بما انزلت، یعنی ایمان بیاورید، ایمانتون به اتمام نمیرسد، ایمانتون به این درست نمیشود. بس چی؟ به چیز ایمان آرد با آنچه که من نازل کردم، و هو القرآن الذي انزله على عبده و رسوله محمد صلی الله علیه و علی آله و سلم. مراد همون چیزی که من نازل کردم باید که شما ایمان بیارید تا اینکه ایمانتون کامل شود، ایمانتون درست شود. این قرآن است که وی را به بنده خود و به رسول خود محمد صلی الله علیه و علی آله و سلم نازل کرده است. فامرهم بالایمان به و اتباعه، الله ایشان امر فرمود که باید که به او ایمان بیاورند و پیروی از او بکنند. و یستلزم ذلك الایمان بمن ان انزل علیه، ان همین ایمان بعد ویها را وادار میکند، لازم میگرداند، واجب میگرداند بود ایمان آوردن را به کسی که به وی نازل شده است این قرآن. معلوم میشده است که اون بنی اسرائیل که یا که بگیم کسی که نباشد ایمان به پیغمبر و محمد صلی الله علیه وسلم نه آوردگی کسها، ویها حال ایمان به قرآن آوردگی نیستند. فهمیدید؟ اگر واقعا اینها ایمان به قرآن می داشتند باید که ایمان می آوردن به اون کسی که قرآن به وی نازل شده است. قرآن به هر یک فردی من شما نازل شدگی نیست که یا که بگیم جبریل نزد من شما آمدگی نیست که همین خیلی است.
نعم. وذكر الداعي لإيمانهم فقال، و الله سبحانه و تعالی همون باعث ایمانی ویها می شود. یعنی که اون چیزی رو ذکر میکند الله تعالی که همون چیز داعی به ایمانی اونها می باشد. گفت فقال، یعنی یک چیزی رو میکند که و یاره ایمان آوردن به چیکار میکند؟ دعوت میکند. مثلا فقال مصدقا لما معكم، چخیل شما به اون قرآن ایمان نمی آرید که وای مستلزمی آن است که باید شما ایمان آرید به کسی نیز نازل شده است این قرآن. این قرآن هست که با یک صفتش ذکر میکند که این صفت باید وایها رو بیدار کند، گرچه که تا این صفت اگر ایمان نمی آوردن به قرآن باید بعد ذکر کردن این صفت که این صفتی داعی به ایمان وایها می باشد. انا گفته است که مصدقا لما معكم، این تصدیق کننده است آنچه را که همراه شما است، یعنی این دین شما را، این قرآن شما، این پیغمبر شما را تکذیب نمی کند. این قرآن هم تصدیق کننده آن چیزی هست که همراه شماست. همراه شما چی است؟ یعنی که همون توراتتون است، انجیلتون است، مخیل است و پیغمبرتون موسی است یا که عیسی است. نه ای موافقا له لا مخالفا ولا مناقضا، این موافق به همون چیزی است که همراه شما نیز هست، یگون مخالف و یگون ضد نیست. فاذا كان موافقا لما معكم من الكتب، وقتی که یا که مادامی که این موافق به آن چی که همراه شما از کتاب ها است باشد، غیر مخالف لها، مخالف این کتاب های سماوی که در دست شما هستند نباشد، فلا مانع لكم من الايمان به، یگون جای منع نیست ایمان آوردن را به او، لانه جاء بما جاء به المرسلون، چون که این یعنی آمده است یا که آورده است آنچه را که رسول ها آوردند. فانتم اولا بمن آمن به، شما یعنی که اولا هست، یکی اولین درجه یا که اولین باید شخصی شوید که ایمان آورده باشد به همین و صدق به، به این قرآن باور کردگی باشد، شما اولین باید شوید. هم خیلی است. برای چی؟ لکونکم اهل الكتاب والعلم، برای خاطر شما اهل کتاب بودنتون و اهل علم بودنتون. چی؟ اهل الكتب بله راست لكونكم اهل الكتب والعلم، برای خاطر اهل کتاب بودنتون و اهل علم بودنتون. و ايضا فان في قوله، و همچنین در قول الله سبحانه و تعالی آنجا که فرمود مصدقا لما معكم، اشاره الى انكم ان لم تؤمنوا به، این اشاره است که اگر مبادا شما به این قرآن ایمان نآورید، عاد ذلك علیکم، این ایمان نآوردنتون به مقابل شما برمیگردد. چه خیل؟ بتکذیب ما معکم، با باور نکردنی آن چی که همراه شما است. معلوم میشد است که این الله تعالی گفته است که این قرآن تصدیق کننده، باور کننده آن چی که همراه شما است. وقتی که شما با قرآن که ایمان نآوردید، معلوم میشد است که شما به همون خودتون هم ایمان نآوردید، باور نمیکنید. لأن ما جاء به هو الذي جاء به موسى و عیسی و غیرهما من الانبیاء، چون که آنچه را که این قرآن آورده است همانند همون چیزی است که موسی و عیسی و غیر این دو از پیغمبران آوردند. فتکذیبکم له تکذیب لما معکم، بنابراین باور نکردن شما به قرآن این باور نکردن است با آنچه که همراه شما است. سبحان الله، این جای نازکیاش دیدید، تفسیر دیدید. وأيضا فإن في الكتب التي بأيديكم صفة هذا النبي الذي جاء بهذا القرآن والبشارة به، و همچنین در کتاب‌هایی که در دست شما هستند کو در همین کتاب‌ها صفت این پیغمبری است که این قرآن را آورده است و بشارت به این پیغمبر هست. فإن لم تؤمنوا به، بس اگر شما به او ایمان نیاورید، کذبتم ببعض ما انزل الیکم، معلوم میشد است که شما به پاره آنچه که به شما نازل شده است شما باور نمی‌کرده اید. یعنی مخصوصا همون جایی که صفتی گویم پیغمبری ما آمده است یا که صفتی قرآن آمده است، همون جا رو باور نکردن تا معلوم میشه که شما به پاره از کتابتان ایمان می آوردید و به پاره دیگر ایمان نمی آوردید. و من کذب ببعض ما انزل الیه، کسی به پاره اون چیزی که با وی نازل شده است باور نکند، فقط کذب بجمیعه، این همش باور نکردگی می شود.
هم خلاص کما ان من کفر برسوله چنانه که یک کس بر رسول الله کافر شود فقد کذب الرسل جمیعهم این به مانند چی می شود؟ به جمیع رسول ها باور نکردگی می شود. فهمیدید؟ یعنی کسی یک پیغمبر دروغگو داند اگر این دروغگو دانستنی همه رسول ها می شود. فهمیدید؟ فلما امرهم بالایمان به نهاهم وحذرهم عن ضده. وقتی که الله سبحانه و تعالی ایشان امر فرمود به ایمان آوردن به این کتاب، ایشان را نیز منع کرد و تحذیر حذر کنانید از ضد ایمان. ضد ایمان چی می باشد؟ و هو الکفر به، یعنی به قرآن کافر شدن را میگویند، به پیغمبر کافر شدن را میگویند، به الله کافر شدن را میگویند. بنابراین فقال گفت ولا تکونوا اول کافر به، نخستین کافر به اون نشوید، ای بالرسول و القرآن. یعنی یک کمین کسی کافر می شود به رسول، یک کمین کسی که کافر می شود به قرآن، این خیلی نشوید. و قوله نه و قول الله تعالی اول کافر به ابلغ من قوله ولا تكفروا به. نگاه کنید، این در جمله از همه بالغترین وزنینترین می باشد. یعنی اول کافر به این جمله با قوت‌تر است از جمله ولا تكفروا به، از جمله که کافر نشوید به او. چرا؟ لانهم اذا كانوا اول کافر به، زیرا اینکه اینها اگر اولین کافر به او شوند كان فيهم مبادرتهم إلى الكفر، كان فيه مبادرتهم إلى الكفر، یعنی در این چی می شود؟ و شتاب کردن اینها به کفر می شود. عکس ما ينبغي منهم، یعنی عکس اون چی که برایشان لازم می آید. و صار عليهم اثمهم و اثم من اقتدى بهم من بعد. گوش کنید، مثلا وقتی که شما اول کشتید، البته بعد اول دویم می شود، سوم می شود، چهارم می شود. بنابراین چی گفتی شده است؟ خب فهمیدید من میگم اول ولا تكونوا اول کافر به، این از جمله یعنی که از همه بالغترین جمله حساب می‌یابد. برای چی؟ نظر به اون ولا تکفروا به، کافر نشوید، یعنی همه کافر. لیکن یکم کافر شد دیگه آدم گناهش دائم وزینه کم خلاصه. بنابراین الله میفرماد که ولا تکونوا اول کافر به، یکم کافر نشوید. یکمی برای چی؟ برای خاطر اینکه این گناه خودتان در عهده خودتان میشه، بالایتان میشود، و گناه کسانی که با دوم، سوم، دهم، بیستم، هزارم کافر میشدگی هم گناهش بالای شما میشود. برای همین میفرماید و صار علیهم اسمهم، چون که به مقابل اونها گناهشون میشود، و اسم من اقتدى به من بعدهم، و گناه کسانی که به ایشان بعد از ویها میآیند اقتدا میکنند در کفر. اما خلاصه بسیار کافر هستند که یعنی که به میراثی کفرشون گرفته ایستادند. اما خلاصه ثم ذكر المانع لهم من الايمان، بعد از آن الله سبحانه و تعالی ذکر میکند کدام کار است که و یا را منع کرده است از ایمان آوردن، و هو اختیار العرض الادنى على السعاده الابدیه، یعنی انتخاب کردن متاع پست را بالای سعادتمندی ابدی. عرض گفته یعنی که یک متاع، چیزی چاری دنیا، پول، پیسه، موری تجارتی. هم خلاصه فقال گفت ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، شما آیاتهای مرا به پولی ناچیز، به پولهای اندک عوض نکنید، آلیش نکنید. و هو ما یحصل لهم من المناصب والمآکل، یعنی که مراد از چیزهای پستی که آیات الله را عوض میکنند چی می باشد؟ اون چیزی که برایشان مثلا به دست آورده می شود، مثلا منصب. کدام منصبی که نباشد شما به خاطر منصب شده آیت من عوض نکنید. و المآکل که چیزی که شکم سیریه، خوراکه، التي يتوهمون انقطاعها، وهم برن که مبادا چی از اینها قطع نگردد که باعث حیات زندگی ما چی میشد. آخه ما امروز یگانه راهی گویم حیات گذرانه این منصب می باشد. گفته ما مجبور هستیم برای منصب چیکار کنیم، همه چیز دریغ نداریم. گفته چیکار میکنن انسان ها؟ آیتش خیلی ملاها من بعضی چیکار میخواستن دارن،
برای منصب، برای امام خطیبی شده، چقدر کارهای بدعت قطعی خلق میکنن. با همین خیلی به انصاف و بدبخت ملاها هستن که میگویند که چه ما میدونیم این عنعنی خلقه، بس چرا نمیکنی؟ بعضی یک مولای احمق از چی گفته است که ما اگر این کارا رو نکنیم، اگر این گفتی اهل سنت و جماعت ما بجا آریم که خلق ما رو از امام خطیب خالی میکنند، از امام خطیب خالی میکنند. یک مولای شرمندی دیگه چیکار کرده؟ کشور عربستان حج میرد، بعد یک کدوم شیخ عرب و یارو دعوت کرده، ضیافت میکنه و میگه که شما امام هستید، شما داعی هستید. گفته و میپرسد که شما از کجا میخورید، از کجا معاش میگیرید؟ گفتن که همون صندوق خیریه در مسجد. وای به حالتون، شما تاجر نیستید، شما در برابر یعنی که مسجد برای خود کارخانه گرفتید، برای به توحید دعوت کردن پول میپرسید، برای مردم از شرک کاش که بون خیلی کنن، از شرک بازداشتن، از بدعت بازداشتن، از خرافات و دیگه کارهای بدبختی بازداشتن شما پول میگیرید از صندوق خیریه؟ گدا، اینا رو گدا میگن. برای همین در کدوم مسجدی که صندوق خیریه دیدید وای برای گداهای مسجد. و چه خیلی که با بعضیش به انصاف و بدبختاش کنن و جاهلاره خودشون شرم میدونن این ملای کارو کنن. بعضی احمق و بی‌سواداره چیکار میکنن؟ میمونن در بیرون رومال ها رو تنو کرده، پرته برای تریزای مسجد، پرته برای وای. همه اینا کارهای مخالف اسلامی باشه. همه اینها به آبرو که آبرو هم ندارن اینا آخه. فهمیدید؟ نه. خب إن آمنوا بالله ورسوله فاشتروها بآيات الله واستحبوها وآثروها، يعني يتوهمون انقطاعها. اینها وهم میبرند، در ترس و هراس میباشند که اخوردن میمونند، از منصب میمونند. این آمنوا بالله و رسوله، اگر ایمانی به الله آرند، ایمانی به پیغمبر آرند، بس چیکار میکنند؟ فاشتروها بآیات الله واستحبوها، بنابراین منصب خریدن یعنی عوض کردن، خوردن عوض کردن به آیات الله، و استحبوها و یا را دوست داشتن، و آثروها مقدم دانستن، منصب مقدم دانستن، امام خطیبه را سر خطیبه را مقدم دانستن. فهمیدید؟ ملای را یعنی که چه مقدم دانستن از آیات الله. و ایای ای لا غیری، مرا یعنی از من بترسید نه از غیر من. فانکم اذا اتقیتم الله وحده، پس اگر شما واقعا از الله یکتا بترسید، تقوا بکنید، اوجبت لكم تقواه تقدیم الایمان بآیاته علی الثمن القلیل. انمین تقوای الله شما را وادار میکند چیکار کردن را؟ تقدیم کردن را ایمان. شما ایمان را تقدیم میکنید با ایمان آوردن را به آیات الله بر چه؟ بر پولی اندک، بر پولی ناچیز، منصب و خوراکه. کما انکم اذا اخترتم الثمن القلیل، چخیلی که شما وقتی که شما اختیار کنید یک پولی ناچیزه، فهو دلیل علی ترحل التقوى من قلوبکم، این دلیل شده ایستاده است بر رحلت کردن، بر نصف شدن تقوا از قلب شما. برای خاطر همین است که بسیار ملاها ما از تقوا دوره. فهمیدید؟ برای خاطر همین است که یعنی که این گویا که نماینده های دین میگویند نعوذ بالله خودشونه تقوا ندارن، تقوا ندارن. اما تقوا می داشتن و ها باید که فقط از قال الله و از قال رسول الله چیکار میکنن؟ قال رسول الله میگویی یگون جاش یعنی که تغییر نمییابد، یگون دیگرگونی در روش نمیبینی. فهمیده؟ وقتی که قال مذهبش گفتی، مذهب گفته، با میبینید در جنبش و در حرکت میدونه. اینا مذهب از پیغمبر اولا میدونن. این بدبختی رو دیده؟ ثم قال بعد از اون الله تعالی گفت ولا تلبسوا ای لا تخلطوا، آمیخته نکنید الحق بالباطل، حق با باطل ارلش کرده، آمیخته نکنید. و تکتم الحق، در نتیجه شما با حق کتمان کنید، پوشانید. فنهاهم عن شیئان، از دو چیز الله تعالی ایشان منع کرد. عن خلط الحق بالباطل، از آمیخته کردن حق را با دروغ، و کتمان الحق، و از پوشانیدن حق. لأن المقصود من أهل الكتب والعلم تمييز الحق وإظهار الحق، یعنی مقصد از اهل کتاب، از اهل علم این چیکار که جدا کردن حق است. باید که تو صاحب کتاب هستی، باید تو صاحب علم که هستی، باید که حق از باطل جدا کرده توانی. و اظهار الحق با جدا کردن اون جانب است، باید که تو حق آشکار کنی. از یکون کس از ملامت کننده باید که تو نترسی.
لیهتدی بذلک المهتدون، تا اینکه هدایت یابندگان به این حق هدایت یابند، و یرجع الضالون، و برگردند گمراه ها، و تقوم الحجة علی المعاندین، و تا اینکه حجت بالای سرگردن کشان یا که بگیم سرسختان یا که بگیم کسانی که سخت هستند چی شود؟ حجت بالایشان قایم شود. لأن الله فصل آیاته، چون که الله تعالی آیات خود به تفصیل بیان کرده است، و اوضح بینات، روشنی های خود به طریق اولا ایضاح کرده نشان داده است. لیمیز الحق من الباطل، تا اینکه حق از باطل جدا شود، ولی تستبین سبیل المجرمین، تا اینکه انیق شود، نمایان شود در پیش همه راه گناهکاران و جنایتکاران. فمن عمل بهذا من اهل العلم، اگر از اهل علم کسی به این گفته عمل کند، فهو من خلفاء الرسل و هدات الامم، این کس از خلیفه های یعنی که رسولان حسابیده می شود و از هدایت کنندگان امت حساب. این امروز کیره خلیفه پیغمبر، جانشین پیغمبر، ما میراثبران پیغمبر میگون ریشش تراشیده مانند تکه کرده خودشه، فهمیدید؟ مانند لینین کرده خودشه. امام هم میگویند، فهمیدید؟ لباسای جنس پوشیده از مردم قطاری بی سواد فرقش نمیکنی، فهمیدید؟ چه خیلی اینا هادی امت هستند. و من لبس الحق بالباطل، و کسی که حق به باطل آمیخته کند، فلم یمیز هذا من هذا، این از وی جدا کردن نتواند، مع علمه بذلك، که جدا نکند با وجودی دانستن اینش، میداند که این حق است و این باطل است. و کتم الحق الذي يعلمه، حق رو که میداند کتمان کند، و امر باظهاره، یا که و چی کتمان کند، امر به اظهار او را، یعنی که مثال گیریم چیکار میکند؟ کتمان میکند، نمیماند که وی اظهار شود، یا که اظهارش نمیکند. فهو من دعات جهنم، اینا را از داعیان دوزخ میگویند. لان الناس لا يقتدون في امر دینهم بغیر علمائهم، چون که مردم در کارهای دینشان اقتدا به غیر علماشون نمیکنن. که ملا گفت، دا ملا گفتن. امروز یعنی که مثال گیریم به سبب بعضی اخبارهای دروغ، وقتی که بعضی اهل سنت و جماعت واقعه را که دستگیر میکنند، بعضی یعنی مثال گیریم نماینده های سیلوی استرکتور، گویم نماینده های دولت، قوه های دولت دستگیرشون میکنن و میگن برای چی شما از بجول پایان پوشیدید که این نشانهای سلفی است؟ برای چی شما ریشتون نمیز این نشانهای سلفی است؟ میگن که نه، این نشانه سلفی نیست، این نشانه اهل سنت و جماعت است. اگه مثال سلفی به اون معنای بعد میگن که بیا مثال این جیگون جای بدش نیست، این مخالف مذهب نیست. بعد زنگ میزنند از همون بعضی ملاهای احمقه، میگن که شما چی میگین نسبتی امیر ریشه تراشته؟ میگن هیچ گم ندارد. میگن شما نسبتی از بجول پایان کردن یا که از بجول بالا پوشیدن چی میگن؟ میگن که هیچ ضرورت ندارد. میگن فهمیده؟ ان همین ضرورت نداره ها. گفتی که 20 وقتا در خوجندی ها زنش کلینش در بازار پنجشنبه از ساعت تا شب شستگی، زانی پوش نداره، بندای دلش شادگی گشته، فهمیده؟ با اون مدعیای سلفی که در وای گوشت مرغ خورده گشته، این شیخ پیش اون شیخ میگریزه، اون شیخ اون پیش اون شیخ میگریزه، در چیکار با برادرای چه خوجندی گشتن در کجا؟ در سعودی سیر گشت کردن. در اینجا با میگم که ممکن نیست یعنی که با مقابل حزب گرفتن زیرا که مثال گیریم این چی باعث فتنه میشود. نه، ما یکم توحید جاری میکنیم در بین خلق در بین مردم، توحید میگوییم و یکمین چیزی که ما مردم باز میداریم این شرک میباشد. لیکن وقتی که میبینیم که حزب ها، حزب تحریر و حزب نظر صد راه توحید میباشند، ما مجبور هستیم که این صد اول برطرف کنیم. نه خب، لأن الناس لا يقتدون في امر دينهم بغير علمائهم. شیخ میفرماید چون که مردم در کارهای دینشون بغیر از علما گپی که ایست کسا نمیگیرن. فاختاروا لانفسهم احدى الحالتين، بنابراین چیکار کردن؟ اختیار کردن برای چی؟ بله، بارك الله فيكم. فاختاروا لانفسكم احدى الحالتين، اکنون برای خودتان از دو حالت یک حالت برای خود اختیار کنید. ثم قال، بعد از آن گفت الله تعالی و اقیموا الصلاة ظاهرا و باطنا، ظاهرا و باطنا نماز برپا دارید. نه ظاهرا مردم نماز خوندن میتونند، نه باطنا
مسجد داخل میشه چشما پتر پتر این صف با اون صف تماشا میکنه که دستی که در بالای سینه شد دستی که در زیر نافشه فهمیده کی رفع یدین میکند کی رفع یدین کی پاش پم میکند کی پاش نزدیک میبرد انا همین خیلی نه ظاهرا نماز خوندن میتونه نه باطنا کمتر نمازتون دور دراز کنه دیگر ملال میکنن اما چیکاری که میگوین که مسجد نماز جمعه خیر کنی میبینه یعنی اتمیر که کنی جمعه رفتی جمعه رفتن چی صحبت شد هیچ فهمیدی اگر واقعا اینا امر معروف گوش کنی بیان نگر ببینید در بالا یعنی که مثال گیریم امام خطیب بیچاره همون دانسته میدانسته که گفته ایستاده در بیری اینا گشتیان سیر و گشت کرده در گرد اطراف مسجد ایستادن نمیدارن داخل مسجد نمیشن ها که وقتی که قامت گفتن اذان گفتن با میدامه میدارن چون که مغز نماز نمیدونن اقامت و صلات نمیدونن و آتوا الزکاه زکات بدهید مستحقیها یعنی به حق بران زکات دهید واركعوا مع الراكعين همراهی رکوع کنندگان رکوع بکنید ای یعنی صلوا مع المصلين همراه نمازخوانان نماز خوانید فانكم اذا فعلتم ذلك مع الايمان برسول الله و آیات الله چون که شما اگر همین کار کنید یعنی ایمان آوردن با رسولان الله و با آیات الله ایمان آوردن در برابری یعنی که نماز خواندن و زکات دادن یعنی که ایمان داشته باشه به رسولان الله و با آیات الله فقط جمعتم بین الاعمال الظاهره والباطنه شما از زمره کسانی میشید که جمع کردید میان اعمال بیرونی و میان اعمال باطنی و بین الاخلاق و بین الاخلاص للمعبود والاحسان الى عبیده همچنین شما جمع آوردگی میشید اخلاص کردن را برای آن ذاتی که وی عبادت میکنید و احسان کردن را به بندگان اون ذات و بین العبادات القلبیه والبدنیه والمالیه وقتی که شما این گفته های بالا را بجا آورید شما جمع آوردید یا که بجا آوردید عبادت های قلبی را و بدنی را و مالی را چون که و آتوا الزکات یعنی عبادتی مالی می باشد واركعوا مع الراكعين أي صلوا مع المصلين هم خلاص يعني همراه نمازخوانان نماز خوانید ففيه الامر بالجماعه للصلاه ووجوبها در این امر هست امر چی نماز با جماعت خواندن و واجب بودن نماز جماعت گفته ایستاده است و فيه ان الركوع ركن من ارکان الصلاه در این دلیل شده است که رکوع رکن از ارکان نماز می باشد لانه عبر عن الصلاه بالركوع چون که نوم نماز را با رکوع معنی داد کرده شده است لانه عبر عن الصلاه بالركوع چون که نماز را با رکوع معنی داد کرده شده است ای صلوا مع المصلين واركعوا مع الراكعين والتعبير عن العبادة بجزئها يدل على فرضيته فيها یعنی معنی داد کردن عبادت را با جزءش یعنی که نماز یکی از جزءهای نماز چی می باشد رکوع دیگرش سجود هم خلاصه وقتی یک عبادت با جزءش نامگذاری کرده شد یعنی نماز نگفته رکوعش گفته شده است این دلالت میکند به فرض بودن او علی فرضیتی همون جزء فرض حسابیده میشود فیها در همین عبادت این بود یعنی درس امروزی ما از سوره بقره و صلی اللهم و سلم علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه و سلم تسلیما مزیدا و جزاکم الله خیرا و بارک الله فیکم